قاعده 144 اقسام محاسبه در روز قیامت بفهمیم. حالا چه قسم محاسبه میشه؟ اعمال 3 قسم می باشه. یعنی بنده هایی که در روز قیامت محاسبه میشن، این بنده ها 3 قسم شکل محاسبه صورت میگیره. قسم اول بنده های هستن که بدون حساب به جنت میرن. سبحان الله. کسایی هستن که عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود امتهای سابقه به من عرض شدن و دیدم پیامبری را با گروهی بسیار کوچکی. یک پیغمبر میگه من دیدم که کمتر از 10 نفر، یعنی کمتر از 10 نفری چی داشت؟ امت داشت. پیامبر دیگری دیدم که با 1 نفر یا 2 نفر. تو کفر در او وقتا زیاد بوده. و پیامبر را در حالی که با او 1 نفر نبود. یک پیغمبر دیگه میگه که حتی 1 نفر هم از او مطابقت نکردم. ناگهان گروهی بسیاری را دیدم و گمان کردم که آنها امت من هستند. به من گفتند که این موسی و قوم او هستند. موسی علیه السلام و قومش. لیکن با آن کرانه دیگر ببین دیدم سیاهی بزرگی را مشاهده کردم. باز به من گفته شد به سوی دیگر ببین گروه زیادی را دیدم. باز به من گفته شد این امت تو است و با آنها 70,000 نفر وجود دارد که بدون حساب و عذاب به بهشت داخل می شوند. باز میگه رسول الله صلی الله علیه و رفتن در خانه گشتن، مردم در مورد از این اشخاص بحث میکردن که کی هستن. بعضیا گفتن شاید اصحاب رسول الله صلی الله علیه و باشه، بعضیا گفتن کسایی هستن که در اسلام تولد شدن، شرک نآوردن. رسول الله صلی الله علیه و برآمده و درباره چی بحث میکنن؟ گفتن که ما صاحب درباره از این رسول الله صلی الله علیه و گفت آنها کسانی هستند که تعویذ و افسون و رقیه و ایگپا نمیکنن، نه دیگران را و خود هم طلب رقیه و تعویذ و افسون نمی نمایند، بدفالی نمی کنند و بر الله توکل و اعتماد می کنند. یعنی این کسانی که اعتماد و ایمان قوی و توکل قوی به الله دارن. بسیاری مردم هست که سرش مشکل آمد گاهی پیش جادوگر میره و گاهی پیش فالبین میره و گاهی پیش فلانی میره. این گفتینی 70,000 نفر که بدون حساب کتاب میرن، اینی کسایی هستن که واقعا قلبشان به الله متوکل هست. عکاشه ابن محسن رضی الله عنه برخواسته و گفت ای رسول الله صلی الله علیه و دعا کو که من از این جمله باشم. رسول الله صلی الله علیه و برش دعا کرد که الله تو را هم از جمله از اینا بگردانه. قسم دوم کسانی هست که حسابشان آسان به شکل عرض می باشن. یعنی یکی حساب کردن است یک کسی، یکی برش عرض کردن است. حسابی است که یک از پیشش محاسبه میشه که اینی کارته. یک کسی دیگه است برش اعمالش عرض میشه، نشان داده میشه برش، اما کتش محاسبه صورت نمیگیره. عن عایشه رضی الله عنها حدیث صحیح بخاری است. میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من حسب عذب. کسی که محاسبه شد تعذیب میشه. در حالت حساب خود انسان بسیار سختی عذاب میبینه. قالت عایشه فقلت اولیس یقول الله تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا. الله خدا قرآن میگه که حساب بسیار آسان گرفته میشه از مؤمنین. قالت فقال بی عایشه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت انما ذلك العرض. این آیت قرآن که میگه که فسوف یحاسب حسابا یسیرا، برای تنها اعمالش نشان داده میشه، اما امرش محاسبه سر اعمالش نمیشه. ولکن من نوقش الحساب یهلک. اما کسی که باز کارش مناقشه شد چوری کار کردی، چوری کردی، ایده کردی، ذره کارش محاسبه شد، باز دیگه میگه هلاک میشه. اینا انسان هایی که با ایمان زندگی میکنن و اشتباهات در زندگی خود میباشه ولی مشرک نیستن، منافق نیستن، فریبکار نیستن، این گروه داخل می باشه. متوجه هستین؟ چرا انسان دیندار است، با ایمان هست، ولی از پیشش اشتباه و غلطی میشه. هیچ کدام ما و شما نیستیم که گناه از پیش ما سر نزنن. اما یک تعداد کسایی هستن که باز اونا چی هستن؟ در قلب خود با الله غلطی میکنن، قلباً منافقت میکنن،
اما یک کس است که با خالق خود بسیار مخلص است، الله را زیاد دوست داره و محبت داره و توحیدش بسیار قوی هست و احکام توحید درست مراعات میکنه، اما چون انسان است از پیشش چی میشه در زندگی؟ سهو و اشتباه و غلطی یا گناه صغیره یا کبیره از پیشش میشه. اینی امرایش چی است؟ عرض است. عرض چی قسم میشه؟ سعی کنین یک مثال از عرض رسول الله صلی الله علیه و بیان میکنه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه ما سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم هر دویش روایت کردن. میگه یدن المؤمن یوم القیامت من ربه، نزدیک میشه میگه مؤمن در روز قیامت به پروردگارش، حتی یدع کنفه، به اندازه نزدیک میشه که الله سبحانه و تعالی او را احاطه میکنه. کنف برای مخلوقات که هست همین شانهش یا بغلش میباشه، اما برای خالق متعال کما یلیق بجلاله به این نزدیک میشه به بندش. فیقول، او تو نزدیک شدن، نه نزدیک شدن مثل نزدیک شدن دو مخلوق تشبیه نمیکنیم، اما قسم الله به مخلوقش نزدیک میشه مثل که به ذات و جلال و عظمتش شایسته هست. لیسه که مثلشه، با دو مخلوق مثل نزدیک شدن دو مخلوق باید تشبیه نشه. دیگه میگه الله برای بنده خود بسیار نزدیک میشه. فیقرره بذنوبه، الله برای به خاطر ازی تو نزدیک میشه که نمیخوای که بنده را در روز قیامت رسوا بکنه. رحمت الله هست، نزدیک میشه، نمیخوای که می اعمال گناهایی که کرده دیگرها خبر شوند، این رو نمیخوای رسوا بکنه الله. فیقرره بذنوبه، بازی را به گناهایش اقرارش میگیره که توی برش میگه اتعرف ذنب کذا، اینی گناه به یادت هست که کردی؟ اتعرف ذنب کذا، یادت هست فلانی گناه را کردی؟ این شخصی که میفهمه رب اعرف، پروردگار میفهم این گناه را کردی، مشتو باز پیشم شده، سرش خم از دیگه میشد. متوجه هستی؟ اتعرف ذنب کذا فیقول رب اعرف، بله. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا، الله میگه من می گناههای تو را در دنیا ستر کردم، تو را در اونجا رسوایت نکردم. و انا اغفرها لك اليوم، امروز هم من تو را میبخشم، یعنی رسوایش نمیکنه. فیعطا صحیفت حسناته، باز برازی امو دفتر اعمال حسنش داده میشه. این از رحمت الله هست که بنده های مخلص خدا و بنده های خوب و موحد خدا چی رسوا نمیکنه، ولو که بله گناه، هر کس گناه میکنه، لیکن گناه کرده الله برش میفهمانه. و قسم سوم کسایی هستن که اینا سخت محاسبه میشن، ذره محاسبه میشن. و قسم چهارم کسایی هستن که حسابشان بسیار طویل و سخت میباشن. این کدام مردم هستن که بسیار سخت و بسیار دقیق و بسیار طویل می باشه؟ کسایی است که نیت خراب داشتن، اصرار به گناه می کردن. سه عیب دارن، یکی اصرار به گناه هست، این بسیار خطرناک است. یک نفر یک گناه برش میشه، از پیشش خطا خورد توبه میکنه، یک کس دیگه است هیچ میگه توبه نمیکنم، یک گناه هست همه روزه ای گناه را میکنه. مثلا یک نفریش خدا کل میکنه، خب یک دفعه از پیش کل شد، دو دفعه کل شد، میگه نه دیگه من دیگه همتون دائمی همین ریشکلی خوشمه. یا لباس های چسب همین جوان ها میپوشن، خب حرام است، اعضای بدنش معلوم میشه، دمی رکوع و سجده که میره بسیار بد معلوم میشه. این دمی لباس های چسب دیگه دوامدار. بعضی کسا در زنا، بعضی کسا مثلا در گناه های مختلف است، اصرار کرده میره. اینیا بسیار خطرناک است، کسی که در گناه اصرار میکنه. دوم کس بسیار خطرناک است که نیت خراب میداشته باشه، نیتش به خاطر الله نمی باشه و ریاکار می باشه. و خطرناکترین کل از کی است؟ یک طایفه که بسیار خطرناک است، اوی است که یک گناه را میکنه، الله او را ستر میکنه، باز خودش می او را به دیگه قصه میکنه. این را مجاهر میگن. مجاهر
میم جیم الف هید چشمه ده. مجاهر کسی است که مثلا شب یک گناه کرده، الله سترش کرد، بازی میخیده خودش قصه را شروع میکنه برای مردم. یگان بابگکای ریش سفید میبینی که حتی بچه های جوان که 6 بازن قصه زنای جوانی خودم میکنه که در جوانی تو زنا کردم، تو شراب خوردم، قمار زدم، تو گناه کردم. بعضی جوانات کتشان که بیشینی باز میگه شو ولا فلانی فیلم سیل کردم و دختر فیلم تو بود و بچه فیلم تو بود. اینی مجاهر است که گناه کرده، الله سترش کرده، آل پس دیگه اونمو گناه های خودن چی میکنه؟ برای مردم بیان میکنه، در حقیقت میخواه دیگران را هم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه، این در جمله کسایی میشه که میخواه که فحشا و منکر در بین مردم چی شوه؟ رواج پیدا بکنه.